این جوانها برای استراحت به دامن کوه نآمدند. فرزانه میخواهد با پوشیدن لباس دختر دهات نه فقط ظاهراً بلکه در واقع یک روز زندگی دختران روستا را تجربه کند. جورابای مشاهده‌کار و تصویربردار است. آنها در دهه انزاب ناحیه عینی در 200 کیلومتری شمال دوشنبه قرار دارند. این روستا از نظر شرایط زندگی و کار یک دهه معمولی تاجیکی است که همه روزه زنان و دخترانش با کارهای سنگین خواجگی مشغولند و گاه حتی مسئولیت مردانه را هم به دوش میگیرند. من که زاده کوهستان نیستم ولی خیلی دوست دارم و میدونم که مردم کوهستان از جمله دخترای کوهستان چگونه زندگی دارن و ما هم خواستیم زندگی همین پرمشقت دختر ده را که مثلا از صبح تا شام سری هر کارهایی هست که مثلا اگر دشوار هم گویم خطا نمیکنیم، خواستیم همین را انعکاس کنیم. فرزانه سفر و یک دانشجوی رشته ژورنالیستیک و جورابای جمعیف یک عکسبردار است. بعد انجام عکسگیری آنها نیت دارند محصول کار خود را در یک نمایشگاه در دوشنبه و همچنین در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی هم به معرض تماشا گذارند. آنها میگویند هدف نمایش واقعیت‌های زندگی دختران تاجیک است که خیلی زیبا و دلربایند و عین زمان زندگی نچندان آسان دارند. ده مردگی و چراندن چاروای کلان. جمع آوردن هیزم و با مرکب آوردن آن به خانه. آبکشی از مسافه دور. ریزه کردن علف با جادو و آماده کردن تپک از کارهای معمولی دختران دهات است. مهاجرت زیاد است. مثلا در یک خانه اگر مرد نباشد پس همون دختر یا همون زن مجبور است که سری آب خودش رود یا که سری در جمع آوردن همون چوب هایی که مثلا در زمستان لازم است مجبور است خودش رود. پیران دهه که با فرزانه و جورابای هم صحبت شدند میگویند واقعا هم مشکلی زنان ده حالا نظر به دوران شوروی خیلی بیشتر شده است. به علاوه زحمت زیاد در خواجگی زنها باید در فکر تامین روزگار هم باشند. همه مردم مجبور میشن روسیه میروند، نه که اگر مجبور نشه اگر هیچ محل زن و بچه کچش عذاب نمیمونه. بعد اگر مثلا پیشرو بار کارخانه باشد یا شرایطی کاری باید باشد، اگر همین مردم همین جسازه کار کنند، اگر یک عذابی همین زندگی وزمینی در سری همین زنان نمیغلطد. ما در نقشه داریم که دیگر دایره موضوعات، دیگر دایره زندگی نامه دیگر منطقه های جمهوری تاجیکستان باز از نگاه دیدی خودمان، از نگاه دیدی عکاسی و عکس برداری این رو انعکاس کنیم و با جامعه یا که عامه کلان این چیز رو نشان دهیم. مؤلفان ایده یک روز در نقش دختر ده میگویند گاه نظر به کتاب و گزارش و قصه های دور و دراز تنها یک عکس کافی است که تمام پهلوهای زندگی یک انسان عادی را بازگو کند. یک عکس می تواند تمام درد و رنج و عمق دل انسان را در یک کوهستان دوردست دشوارگذر بیان کند.